بود. ما تماس گرفتیم با آقای هادی حقشناس استاندار گیلان، از ایشون بپرسیم که بیایم اونجا یا نه. سلام آقای حقشناس، ما برسیم خدمت شما شمال یا نه اگه تهران تخلیه شد؟ تشریف بیارید، ولی به شرطی که زیر ساختاش فراهم بشه. یک نکته دوم، همین ایام تعطیلات وقتی که تشریف میارید یک نوعی سهمیه آرد، سهمیه گاز، سهمیه انرژی به ما داده نمیشه. اگر اسکانش قابل حله، مشکل اسکان میشه با یک برآوردی به یک نوعی مسئله اسکان رو حل کرد. اما اینا نمیدن که اینجا خوابگاه بشه، که شما برای خوابگاه که نمیخوام بیان، بس اشتغالشونه. و مهمتر از بحث حالا اشتغال که خیلی خیلی مهمه، بعد حمل نقل جاده ایشه. یعنی شما امکانات رفاهی من باید دنبالش بیاد، درمانی. اصلا فاضلاب آقای حقشناس، بحث فاضلاب. اصلا درود بر شما، درود بر شما. آیا شما تصفیه خانه شما رو درست میکنید؟ این که پذیرش یک، یعنی بسیار کار ساده. پذیرش حالا مهمانا میاد دیگه، ما ایام عید 10 میلیون مسافر میاد میره. مسافر موقت مشکل وجود نداره، میخوان دائمی بمونن. همین حرف درستی که شما زدید، فقط پسماندش، یعنی زباله که تولید میکنن، زبالهش چی میشه؟ فاضلابش چی میشه؟ این باید اجرا بشه. یا مثلا راهن الان یک مسیر صبح میاد، یک مسیر میری 350 نفر، استانی که دومینیش 100,000 نفر جمعیت داره، در ایام یه چهارشنبه تعطیل میشه یا یه شنبه تعطیل میشه، فقط یک روزش 160,000 خودرو میاد وارد گیلان میشه. 160,000 خودرو اگه توش مثلا 3 تا آدم باشه یعنی چی؟ یعنی 500,000 تا آدم. ما یه قطار میخواد بیاد 350 تا مسافر بیاره، این 350 مسافر با مثلا 500,000 مسافر روز میاد، از هیچ تناسبی داره؟ آیا آب خزر، دریای خزر که شوریش نصف خلیج فارسه، یا آب خلیج فارس مثلا منتقل کردنش به تهران خوبه، هزینه‌اش کمتره، یا جمعیت منتقل کردن؟ شما کشورهای عربی این آب شیرین دارن، آب خلیج فارس رو شیرین نمی‌کنن.